این دستگاه قهوه ساز نه سیم داره نه بویلر و با این حال یکی از بهترین اسپرسوها رو درست میکنه. البته یه سیم کوچیک داره که بعداً توضیح میدم. فلیر 58 یه دستگاه اسپرسو دستیه که با استفاده از یه سیستم اهرمی مثل دستگاه‌های اسپرسو اهرمی قدیمی فشار لازم رو برای قهوه ایجاد میکنه. ظاهر این مدل کاملا مشکیه و جزئیات چوبی زیبایی از جنس گردو داره. حتی درجه فشار سنجش هم مشکیه. یه آینه مغناطیسی هم داره که میتونه به دستگاه وصل بشه تا وقتی اهرم رو پایین میکشید بتونید روند عصاره‌گیری رو تماشا کنید. و حالا همون سیمی که گفتم، یه سیمه که وصل میشه به مکانیزم گرم کننده تو داخل محفظه دماوری. این یعنی لازم نیست مثل مدل‌های قبلی محفظه رو با آب داغ از قبل گرم کنید. و مزیتش اینه که این سیم جدا میشه، یعنی میتونید دستگاه فلر رو هر جا که خواستید با خودتون ببرید و همون قهوه با کیفیت همیشگی رو تهیه کنید. برای درست کردن قهوه با دستگاه فلر 58 فقط کافیه مثل همیشه آسیاب رو تمبر کنید. بعد پاک اسکرین مخصوص فلیر رو روی پودر قهوه قرار بدید. این صفحه باعث میشه که آب به صورت یک نواخت روی سطح قهوه پخش بشه و عصاره‌گیری هم به صورت یک نواخت انجام بشه. خلاصه که یه دستگاه تمام و کمال و فوق‌العاده زیباست.